محلش چی نمیکنه این پتم این پرنده چی نمیکنه این میتوسه. گلبهار ولیeva بیش از 10 سال است که برای پیشگیری شورشوی، اروزی زمین و زیاد کردن حاصلنوکی خاک کمپوست استفاده میبرد. همه خزانهایی که تگی درخت ریختگی، علفهای بیگانه، همه چیزایی که به زمین میافتن از درخت و هونه ما جمع کرده با چقوری که تیار کردیم همونجا برده میپرتویم. گلبهار در حولیش 3 چقوری کنده. در آنها پاروی طبیعی را جمع می کند و هر سال تا 2 تن کمپوست آماده می سازد. تیار کردن کمپوست را خیلی آسان می گوید. بیتان بچه ها پوچاقای بیاریتان خورده شدتان پاکیتان انا ملدیس انا رحمتی کلان انا امجا می پختایتان هم پوچاقای از پوچاقای همین ماندارین بنان همه آن پوچاقایی که برای مال استفاده نمیبره مال نمیخورد همشه برای همین کمپوست استفاده برده میشود دوامی ماه په میشه همون پوچاقای می همین هزی مایده های می همون خزان مایده های می همون چیزای درجه برگای انی گلای قیچی میکنیم که همون هم آورده پفته میگیریم تا این دوام میکنه تا ماهی ممکن ایول اوگوست دوام میکند ما فقط اینه ترما میگیریم. با گفته گلبهار برای تیار کردن کمپوست بعضی محصولات را نباید آمیخته کرد. سلفانو، پلاستماس، سونیان وای پوکایی وای مگون همون چیزای پفته ممکنه. سونی این وای مسائل ساختمانی، گیپس کاردون، ان خیلی چیزای عموما پفته ممکنه. برای کمپوست آب مهم است، اما در منطقه گلبهار آب‌های زیرزمینی بلندند. برای حفظ زمینش از شورشوی، او جای بارهای خرد بتونی ساخته است. آب تا گور شده نشه آب پر میکنیم. که وقتی که این با کمتر میشیند با بالاش بخواهیم اخلاط یا یگان چیزی که همون چیزی که از وای میروبیم و خزانه های با آورده پرتافته باشیند با خوش شود با آب مانده میگیریم. وقتی که آب میمونیم پوسیدنش تیزتر میشه همون پوسیدن به نگاه کنه این چیز تیار شده میگرد به خاک مبادل شده میگرد خاکی که حاصل خیز. سال گذشته گلبهار نظر به همسایه هایش حاصل بیشتر گرفت. زیرا او دوامی 3 سال است که در زمینش زرخیمیکات ها استفاده نمی برد و با این راه تقریبا 2000 سومانی صرف کرده است. ما اونجا و کمپوست آورده پرتافتیم با واسطه جومو شربت دادیم همون که امسال همین پخته ما قریب که من همین 70 سوتیق باشه دیگر 2 تانه پخته گرفتم همسایه هم اومده پختی مای چیندن پختی خودشون چیندن گفتن که زمینتان به وقتی که راه میگردیم گفتن زمینتان ملایم بعضی ما راه میریم زمین ما سخت سونی من گفتم که ما اینجا به همین خیلی تیار کرده چقوری و همین کمپوست های تیار کرده آورده می اندازیم زمین ما هر سال. بنا به تحقیقات عالمان استرالیایی تغییریابی اقلیم، سردشوی هوا، تندبادها و شستشوی زمین باعث خرابشوی سیک خاک‌های زمین شدند و آنها برای کشت نامناسبند. کارشناسان بر این نظرند که تا سال 2050 این رقم میتواند به 90% رسد. یکی از راه‌های پیشگیری این روند استحصال و استفاده کمپوست در زمین‌ها گفته می شود. تحلیل ها نشان میدهند که صفت زمین حاصلخیزی خاک‌های خودجای دهخانه‌ای که در مملکت ما هست نسبتاً پست است. از این لحاظ عموما استفاده بردن نیروهای ارگانیکی برای بهتر کردن سلامتی خاک، برای بهتر کردن حاصلخیزی خاک، برای بهتر کردن استرکتوری خاک کمک می‌رساند. گلبهار ولیeva تجربه خود را با زنان همسایه مبادله می‌کند. اصول او نه تنها یک روش مؤثر کشاورزی بلکه وسیله مهم برای مطابق شوی با شرایط تغییریابنده اقلیم میباشد. دانش و نتیجه های او نشان می‌دهند که تغییرات خرد میتواند به دستاوردهای بزرگ آورد.